بعضی روزها انگار هیچ چیز جلو نمیره. تلاش میکنی، فکر میکنی، شبها بیدار میمونی، اما نتیجه‌ای که میخوای به دست نمیاد. و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که بیشتر آدم‌ها تسلیم میشن. اما حقیقت اینه رفیق، موفقیت هیچ وقت با سر و صدا نمیاد. آروم ساخته میشه، تو سکوت، وقتی کسی تشویقت نمیکنه، وقتی کسی باورت نداره، وقتی حتی خودت هم شک میکنی. اون لحظه ها مهمترین لحظه ها هستن. درآمد ساخته میشه، نه با شانس، نه با عجله، بلکه با ذهن درست، ذهنی که یاد گرفته هر روز حتی یک قدم کوچیک جلو بره. حتی وقتی انگیزه نیست. تو قرار نیست مثل بقیه باشی، قرار نیست راه سریع رو بری، تو قراره راه درست رو بری. هر مهارتی که امروز یاد میگیری، هر فکری که عمیق‌تر میکنی و هر بار که تسلیم نمیشی، داره آیندت رو میسازه. شاید الان نفهمی چی تو سرته، شاید الان درآمدت همونی نباشه که میخوای، اما بدون اگه ادامه بدی حتما میرسی.